یه خونه کوچولو اما سیار. ببین داخلش چی داره. همین جلو این باز میشه و اجاق گازش هست که اینجا قرار میگیره. شما اگر بخواید توی سفر دوش بگیرید اینجا یه قلاب میذارید و این فشار داده میشه، آب گرم. حالا بریم داخل ببینیم چی داره. میتونن در یخچال از اینجا باز کنن و در واقع استفاده بکنن. شیر آب برای شستن دست و ظرف. حالا یه سوالی، این چجوری تخت خواب میشه؟ الان شد تخت خواب که میتونید از این منظره استفاده بکنید. حالا تصور بکنید دریاچه، جنگل، تپه، دشت. خیلی نرمه مامه. خیلی فرمون خیلی خوبیه، ولی صداش یه ذره زیاده. کلیداش روشنایی، پمپ آب، یخچالشه، اینورتر، این پمپ آب گرمه و اینم پروژکتورای بیرونه. یه چیزی که برای من جالب بود جای پارک هستش که اندازه این ماشین با این ماشین دقیقاً برابر، کاملاً برابر.